سلام، صبح، روز و یا شبتون بخیر باشه. امیدوارم حال تک تکتون خوب باشه. امروز قرار برم واسه تولدم خرید کنم و با خودم گفتم چی بهتر از این که واسه شما هم ویدیو بگیرم. پس با من بیاین بریم واسه خرید تولدم. Arkadaşlar bu taraf falan kilit. İsterseniz Migros'ta bırakayım oradan geçin. Aşağı in. Gönderdim. بچه لباسم رسید، بریم بازش کنیم. من بلد نیستم آنباکسینگ کنم. عبدالمجید جا بده. صبح بخیر. الان ساعت 9 صبح. من هنوز نخوابیدم. خیلی بد سرما خوردم. اصلا حالم خوب نیست. دماغم کلا انقدر دستمال کاغذی کشیدم جاش همه زخمی شده و نخوابیدم، چون که من اینجوری هم که خوابم، یعنی تایم خوابم اینجوریه که همیشه تا ساعت 5-6 صبح بیدارم، بعد میخوابم تا 5 بعد از ظهر. دقیقا دیروز همین اتفاق افتاد. من تا 5 بعد از ظهر خواب بودم و هیچ کدوم از برنامه‌هایی که واسه تولدم داشتم، یعنی خریدامو انجام ندادم و دیروز کلا خونه بودم. فقط یه اتفاق خیلی خوب افتاد، اونم این بود که لباسم رسید و چی بخواستم بگم؟ امروز و فردا آخرین روزیه که من خریدامو باید انجام بدم. اگه امروز و فردا تمامش نکنم دیگه بدبختم. الانم حاضر شدم برم واسه خرید کفشم. کیکم رو سفارش دادم از اینجا. خیلی هم خوشحالم. امیدوارم همونجوری بشه که میخوام، که مطمئنم میشه. الان میخوام برم دنبال کفشم. بچه ها اینقدر همه چی قشنگه، من دلم میخواد عروس شم. ببینیم خیلی قشنگه، خیلی تا جاش خوشگله. داره میافت. اینم میگیرم من. Siz şöyle oturun. Bak. بچه من واقعا خسته شدم از دنبال کفش گشتن و پیدا نکردن. خدا رو شکر همه چیزایی که لازم داشتم رو خریدم. فقط یه کفش مونده که اونم فردا میرم دنبالش بگردم. الان ساعت 8 و من از ساعت 10 صبح اینجوری تو خیابونا هنوزم نخوابیدم، داشتم خریدامو انجام میدادم و واقعا دیگه نمیکشم. خیلی خستمه. اینجا خیلی شلوغه، اصلا خیلی شلوغه. خجالت میکشم دارم از خودم ویدیو میگیرم. هیچ دیگه من میرم. الان با یکی از دوستام قرار دارم، نمیشه رفت گرفت خوابید. بعد برم پیش دوستم، بعدش میرم خونه که بخوابم دیگه. فردام دوباره واسه تو فیلم میگیرم. بچه اینو ببینیم. خدا میخورم. نمیرم من. بچه باورم نمیشه تو راه برگشت که بودیم اینجا هم جوش داره. یه کفش فروشی خیلی بزرگ دیدم ناش اینجای ملان و دقیقا همون کفشی که من دنبالش بودم و دارن. باورم نمیشه. هم میخوام بگیرمش. تموم خریدم، تموم شد. خیلی خوشحالم، خیالم راحته. بچه الان ساعت 9:22 است. رسیدم جایی که قرار بوده با دوستم هم دیگر رو ببینیم. منتظر دوستمم و این یه ساعتی که تو راه بودیم هم خواب بودم
الانم از خستگی اینجوری نشستم تو زمین نشستم. خیلی داغونم خیلی خستم. دوستم هم نمیاد که ساعت منتظرشم. الان رسیدم خونه ساعت 12 شبه و با یه غذای خیلی خوشمزه مواجه شدم. غذای مورد علاقم صدف. این البته لیموه. خیلی دوست دارم من خیلی زیاد. من برم بخورم. بای بای. بچه من بالاخره اومدم که بخوابم. دوش گرفتم و ساعت رو ببینیم. مشخص نیست ولی ساعت 2:59 یعنی 3. وای من 2 روز بیدارم. خب دیگه شبتون بخیر. بای بای. صبح همگی بخیر. الان ساعت 10 صبح و من دیشب ساعت 3 گفتم میخوام بخوابم نخوابیدم. من دیشب ساعت 5 صبح خوابیدم و الانم دارم میرم واسه ناخونم. دیگه بهتون نشون میدم. فعلا بچه الان ساعت 3 من رفتم خونه غذا خوردم حاضر شدم که برم واسه اکستنشن موژه‌هام که دیر کردم. 5-6 دقیقه دیر کردم. خیلی عصبیم. موژه‌هامو داشته باشین. موژه خودم البته موژه خودم خوبه. الان کانسیلر زدم مشخص نیست دیگه تا بعدش. ماشین پاک کاریه ماکیاژم nasıl oldu? Gitti. Ben şundan sonra دیگه لازم نیست بگم موژه‌ام تموم شده. کاملا مشخصه که یه تغییر اساسی کردم. راضی بودم. خیلی کارشون خوب بود. خیلی واقعا هم مهربون بودن، خوش اخلاق، با تربیت. هم کارشون که میبینید دیگه. همین امروز هیچ کاری دیگه ای ندارم. من برم به خودم برسم میگم بخوابم استراحت کنم دیگه تا فردا. Not at all. سرما خورده بودم. خوب شده. آره